مثلا اگه من 5 تا انتخاب درست تو زندگیم داشته باشم، یکیش همین کاری بود که ایمپلنت دندونای فک بالام بود. سلام، من رضا فرامرزی هستم، از ایران اومدم. همسرم خدمت آقای دکتر و همسرشون کار کرده بودن 2 سال پیش برای ایمپلنت فک بالا کامل مزاحم دوستان شدم و در 2 سال گذشته همه چی خیلی عالی بوده. خیلی راضیم، خیلی اساسا فرق کرده. چیزایی که میتونم بخورم، کیفیت زندگی خیلی تفاوت کرده و همیشه عالیه. خود پروسه انجام ایمپلنت یه مقدار برای من ترسناک بود. چیزایی که تجربه‌های قبلی که با کلینیک‌های دیگه، دندونپزشکی‌های دیگه داشتم از سن کم، بعید میدونستم که انقدر خوب بخواد پیش بره، ولی به حال اعتماد کردم. خیلی بهتر از اونی بود که من فکرشو میکردم، خیلی راحت تر از اونی بود که من انتظار داشتم و نتیجه کار میگم انقدر ارزش داره که حتی اون سختی هم که توش وجود داره رو ارزش داره که آدم تحمل کنه. بعد از کار با کلینیکم که الان من دخترم که اینجا زندگی میکنه و اقوام دیگه‌ای که اینجا هستن همشون مشتری کلینیک هستن، همه راضی هم از کارهای مختلفی که اینجا انجام دادن و پیشنهاد میکنم بهتون که اگه تو فکر این کار هستید حتما به دوستان اعتماد کنید.